یعنی من از شما زن بچه که هیچی خیر ندیدم. همین هر ساعتی که من زنگ زدم گوشی شما خاموشه. سکو چی رقم کنم، از گشنگی بمردم. همون زبی بی غیرت نمیگم که باشه. هم یک پیاله چای خودی لغمه نونی بام سهرها ری کنم. تو بچه هم که غیر از اون درس دیگه چیزی وا نمیایی. چی رقم کنم حالا کی ری کنم؟ آنه خوب شد گلک بیامد. چی عجب؟ سلام علیکم مندنم بشیدم. بشی گلک جو بشی. مندنم شما مجبار یاره هستی؟ جانجاره شکر خدا. یعنی گلگه کاش که خدا امق زربانی بچه می یک پور غیرت میداد که غیرت تور میدشت. از سر صبح می بم اینجا گوشنه و توشنه هم اینجا تیر کرد و امق زر نمیگم که باشیم یک پیاله چای خود یک چک نون به سهرها ری کنه که می ماما جبار گوشنیه. چی میخوری؟ تخمای نخوره که تور مریض میکنه. مریض میکنه تور تخمایو. گلک جو میری به تادی همین خدمت میکنی برای ماما خود جبار. پولی یا بی پولی؟ بیکل پولی. سیکو با میتونی میای به سهرها بانجونا و فلفل دلمال میکنی نوش جان میکنی دیگه. همین پولی نیه پایی چیه؟ بازیم شا بیا برای خب بانجون سیا و دو فلفل دلما بکن ببر بده برای بی. آره خدمت میکنی برای من. بله برو تو هم تادی. بله برای هم بچه ما شامت دیدی بگو این پیار تو به سهرهای گوشنه و توشنیه یک پیاله چای نونی دوغی برای بگو ببریم. گوشی و هر چه زنگ میزنن گوشی خاموشه. گلک جو که غیر خوردن دیگه کار نداره. گلک جو چی گفتم برای تو؟ میرم میگم ماما شامت پیار شما گفتم که با ما نون و چای نون بیاریم. دوغ هم بود بگو رای کنه. جک دوغی نه خور که یک زرتور مریض میکنه اینا خود تخمایی میخوری. برو دیگه گلک جو. گلک جو ما میجه یاره شما مغلق مال خو خیلی هوشیاره. چرا؟ بوجی سمیت بالش تیار کردیم بخور. خیلی گداییم. خیلی گداییم ماما جبار. گلک جوی سهرهای دیگه وقتی برو دیگه ما را اذیت نکن. وقتی که ما معطلم از گشنگی گلک طاقت بردار گپ زدن نداشته باشه. گلک جو زودی بگی دیگه به شامت. خوب بابا جون مگر با حق تو کاری بکنم. تو که به قصه من نمیشی کاری بکنم که تو را از اون درس مکتب بنازم که بزی سهرها تو مگر برسی. زینبای کشای دخترای ما چشمک میپرانم به سوی ما میای. زینبای چی خوب جاسایای ما چشمک میپرانم چوکا به کجای. زینبای کشای دخترای به نام خدا. کار گلک چی دیدی؟ چی دیدی برای چی میگه؟ چه چوکای بر خیلی آمده میگم قال چوکو چیزی نیست. شما بگو پیار تمال گفته اگه میته میری زنگ میزنم به خونه ما انا موبایل اینا خاموشه و بچه ما شامت بگونه به ما به سر باغچه نون انور داره بیاره یک جاکی دوغ انور داره بیاره بده برای که دیر شده به بالی پیار تو. پیار ما با تو گفته که ما به خونه زنگ زدم گوشی جواب ندادم. نه گفته نه خاموشه. خاموشه خاطر برگاه از صبح نیه گوشی هم برگ نداشته گوشی مدرم خلاص کرده برگاه خاموش شده. گفتم به تا بخچه بریم نون بیار. حالا گفته نون بیاره گوشی خاموشه. آخه گلک جمعه مکتب ما شده 25 دقیقه دیگه بیشتر نمونده به مکتب ما. هم یک زحمت بکش گلک. تو کم روز تا بشو مثل مرغ بره به تامی کوچه ها بیکار میگردی. یک دقیقه برو به درس درم هم مدر ما نون بستو ببر به پیش پیار ما ببر. با بخیر مکتب بیامدم یک دایی هم به تو میدم. دایی؟ ولی واسه مکتب ما دیر میشه گلک جو. خود تو یک زنگ با مدر خوب از بگو خرج گلک کنم تا کاسه بندازه نکه من بینم. برو بگو ما گوشی ندارم برو بگو با مدر ما بگو خرج مرم بده خرج تو رم میدم.
آه دلجم باش پیار تو دوغم داره؟ دوغم ما داریم ما گوی داریم به مادرم بگو دوغم بدیم. با کجا میری تو؟ به مکتب؟ میرم به مکتب میرم به مکتب مثل تو یک بی سوادی نشون، مثل پیار کو یک بی سوادی نشون که روستا بهشون پیار ما بد اخلاقی میکنه، به کوچه و به خونه فرقی نداره. پوش تو فقط میگی شینگ بوزیه، حالا با ما و پیار تو بی سوادی. خود دیگه تو پیار خور بگو دیگه، من به پیار تو چی رفته داره؟ مرا پیش میکشه لنگمه. وقتی که ما صبح روزه که به مکتب برم درس بخونم، اون روز هر روز توفنگ میزدم. هر روز مرمی بیارون بده و تصم شیرویا. وقتی شیرویا خب مکتب رفتن سخت بود دیگه، ولی برای ما همیت یک فراهم شده همی زمانه دیگه که همیت نه جنگ آرومیه. مکتب هم آدم مکتب وای میرم و درس خور میخونه. برو بخون. باشه میری دیگه گیلک دل جمع باشون خوبه. میری نون میبری به پیش پیار خب حیات تو نره که میشه پیار من پست بر میکنه. یک خصوصیات دارم برسه که شما مکنم خوبه گردم همال سر جنگ اشتی سرخرمنشیار. بگو خصوصیات کو. خصوصیات من اینه که من به دکترها که برفتم میگم تو وقتی که من یک نگزیکا گوش نمیشی تو میفهمی. من که به تارو برم دقل اصولا اتفاقا اگر گوش نباشم همون کاسه هرچی که باشه یا به تا دگ یا به تا کاسه من به یک جا گوشی میشینم گله که دوغارم پاک میشمم کاسه رم پاک میخورم نونان خبر غال اکر با پیارتو میبرم. اگه میفهمی که دق دلازار نمیشی برم، اگه میشی برم. از برای خدا گیلک جو ایت کاری نکنی که پیار من پست مر میکنه هم پست تور میکنه. بفهمیدی؟ پیار مر کمیش نسیمی تو آدم بد اخلاقی. ولی من میرم که مکتب مدیر شده برونون بستو بورک خود تو با پیش پیار من بشی بخور به تارو اونر نخوری. ولی خیلی رانی هم که تو گوش نشی به تارو اونر بخوری. خوبه. سلام علیکم شما. خیری بچی ماما. گرستی و خیری سلامتی. بگو شما چرا امروز مکتب نیامدی؟ نه پرسکی پک جو از من. پیار من مکتب بیرو کرد. نیه. و میگه دیگه اصلا به مکتب لنگ خور نگذار نرو. هیچ چی. کتابو من هم وردیش تا خودن کیف ما قایم کده بخونه که دیگه اصلا نمیگذارم لک کتاب رو واکنی. و چرا میگه مکتب نرو؟ خود تو پیار من نمیشناسیش تو نه صبح خرابیه. واسه یک روز گوش نمونده گیلک بده مادر ما به دست گیلک نون رکده بزو نونور به سر نبرده ترابو خورده. شو که مکتب که رخصت شدم برفتم به خونه پیار من میته غال مغال به خونه بچسبونده که تو شهر نون نیارده به من امروز چاش. به من گفته دیگه یک روز دیگه به مکتب اجازه نداری بری. ولی پیار تو به کجا گی پر؟ ولی پیار ما سرا. به سرایم. تو برم به پیش نبودم که بیان خود پیار ما گپ زنه آخه. باشه. من 10 سال درس خوندم 2 سال دیگه بمونده به 2 سال دیگه واسه یک روز پیار ما گوش نمونده من مکتب خو ادامه ندم یلا کنم مکتب واسه پیار خو. میگم. حال کار نداری نمیری پیش پیار خو. بخیر باش. بن خدا حافظ. تو ایش الیان به دست اینا سلام علیکم ممشتنی تیاراتی بخیر سلامتی خوشحال ماما بخیر سلامتی شکر زنده باشی کجا بدی ماما تن پیار خدا تو خوبم خدا رو شکر همین تو میادم تارو گی پک بدیدم گفتم ماما کجا هم گفتم به سرای بیاندم پیش ما واسه میشه ما کار دارم ماما چی کار ماما من دیروز برفتم به مکتب چاشت به پیار قانون نبردم به دست گیلک رکردن گیلک قانون رو بخورده پیار می دیشو قال مقال پریشو که تو دیگه به مکتب نرو ان امروز امر به مکتب نگدیشت که برون من نمیگذارم به مکتب میگه هیچ اجازه نداری تو مکتب بری کیف و کتابا ما امر قایم کرده میگه تو اجازه نداری بری به مکتب من بیاندم به شما بگم که ما بریم خدا این پیار ما گپ زنیم من 10 سال میشه درس خوندم 2 سال دیگه بمونم 2 سال را اجازه ده ما برم درس خور بخونم چرا به خاطر یک نونه که گیلک در پس بیاد و تو را مکتب 10 سال عمر یک آدمی آخی تو زحمت کشیدی برفتی به تا گرمیا به تا هفته برفتی چرا پیار تو که خودی سواد نداره با خودی عظیمی بی سوادی خود چقدر رنج میبره با ما تو جوونی تو ریف کنه تا گفتم بابا شما که سواد نداریم چی خدمت کردیم به می جامعه به تا گوش مزد پیار ما چی تو به من بی سواد میگی من یاد گرفتم گندم بکارم شلی بکارم من چون کشتکار و زراعت اینا تو چی یاد میگیری تو به مکتب بری سبا روزی به سر عزیزم اینا کی خدمت من چون کشتکار کنه و چه کار کنه من پیرمرد میشم به تا گوش مزد خود چی بگم من بزی پیار خو فقط میگه روستاشون به دنبال گو گوسفند باش به مثل ما کشت و زراعت کن اینا چی به درد ما میخوره کشت زراعت هم نقص نداره ماما همی هم خوبه همی هم ثواب هم داره دیگونی
مونتا رد درس هم آدم بگیره خوبه، به خاطر که درس خیلی خوب چیزه. ای کاش ما هم مثل تو امیت 10 سال حداقل میخونده. ما برفتم 7 سال بخوندم، 7 سال به مکتب رفتم. حاله اگر شرایط به من حال مساعد بدی میرفتم از این سر ما 7 سال پس شروع میکردم به درس. خیر بینیم ماما، این خود شما میفهمین که درس اشته خوب چیزیه. کنال ما که همین شرایط به من مناسبه که من میتونم برون درس بخونم، پیار من بر نمیگذاره. چود نازه ماما جو؟ کجای پیار تو؟ پیار ما به خونه هم. بیا که بریم تربو برم به پیش پیار تو، کیف کتابات رو هم ازی بستانم بدم به دست تو، خودی و گپ هم بزنم که بچه گاه خود بگذار که بره به مکتب بره. 2 سال دیگه کرای نمیکنه که توی را مکتب بگردونی. باز اگه کنکور اینا رو پانتور نمیدیشتی اختیار خورده نمی 12 مگر خلاص کنه. بریم ماما دل جان باش. تو تازگی کار نزن. خوبه. نصف عمر تو به مکتب تیر شد، حال باز تو می به 2 سال دیگه رو مکتب بگردونی.